دیرین چندیست میخواهیم ز زیبایی و شگفت‌انگیزی مکانی ناشناخته و بکر در عجب مانیم. ز کجا در عجب مانیم ای وی اندیشید. اینجا خوب است. اینجا کجاست ای وی؟ آیا صحرای آریزوناست؟ به گمان من نیز آریزوناست. چگونه ما را به چنین جایی وردی؟ آیا ویزا نمیخواست؟ بدانید و آگاه باشید که اینجا ژئوپارک جزیره قشم خودمان است. چه ناشناخته زیبا، شگفت‌انگیز و دارای پتانسیل برای جذب توریسم و همینطور اداره شونده توسط افراد بومی. حال چه کنیم ای وی؟ روید و زین همه زیبایی و شگفت‌انگیزی در عجب مانید. آقا منم یه بار اینجا رفتم، از اون موقع تا الان همینجوری در عجب ماندم. این را ببین، بیا کمی هم ز دیدن این در عجب مانیم. باشد.